آنفولانزا یه ویروس سرسخته که با تب، بدندرد و سرفه میاد سراغت. ولی نگران نباش، این داروها کمکت میکنن تا درمان بشی. مورد اول، اوسلتامیویر 75 با برند تجاری تامیفلو. بزرگسالا هر 12 ساعت تا 5 روز باید از این دارو استفاده کنن، ولی فقط وقتی اثر داره که توی 48 ساعت اول شروع علائم بخوری. در ضمن داروش هم نیاز به نسخه پزشک داره. مورد بعدی، کلداکس آنفولانزا هر 8 ساعت یک کپسول با معده پر یا به اصطلاح بعد از غذا استفاده بشه برای پایین آوردن تب و کنترل علائم. مورد بعدی، شربت گیاهی آویشن هر 8 ساعت بین 5 تا 10 سی سی یا به اصطلاح یه قاشق مرباخوری یا غذاخوری. موردی عالی برای سرفه و گلودرد. و مهمترینش، واکسن آنفولانزا سالی 1 بار بزن تا پیشگیری کنی. یادت نره استراحت، آب زیاد و رعایت بهداشت نصف درمانه. همه این مواردی که گفته شد بسته به سن و وزن شخص شیوه مصرف متفاوتی داره، پس حتما قبل از استفاده و مصرف دارو با پزشک مشورت کن.